دسته منتخب توجیکستان بهر شرکت در مسابقه بین المللی کینگز کاپ 2022 که از 22 تا 25 سپتامبر در شهر چیانگمای تایلند برگزار می‌گردد حاضر شد. در دور نیمه‌نهایی فوتبالبازان توجیک با دسته ترینیداد و توباگو بازی می‌کنند. در وقوع دیگر باشد تایلند با مالایزیا در همین پایه در وقوع نیمه‌نهایی با هم زور خواهند آزمود. پتر شگرت متخصص خرواتی با خود این بازیگران را به این شهر آورد. دروازه‌بان‌ها رستم یتیموف، موردین حسنوف از استقلال، شاروخ قرقیزبویف از خوجند، حمایتگران وحدت حنانوف پرسپولیس ایران، منوچهر سفروف لوکوموتیو ازبکستان، زور جورابویف سرخون ازبکستان، مهربون کریموف دینامو آفتو مولدووا، احتم نظروف سیاوش اسروف تبریز دولتمیر، علیجان کرامت‌الله‌زاده، دلیر امامنظرов هم از استقلال. نیز حمایتگران امیربек جورابویف، کامران ترسونوف، احمدونی کمالوف، محمدجان رحیموف، پرویز باقی آخونوف از استقلال. در خط حمله شهرام سمیف ایسلاج بلاروس، رستم سائیروف لواده استونیا، شیروانی مبادچویف استقلال و نوریدین همراقلوف خطلون. First of all, I think that the preparation is very difficult because we have 35 ما hours بعد flight. پرواز طولانی به اینجا رسیدیم و اولین مشق‌های خود را گذراندیم. متاسفانه تقریبا 7 نفر بازیگران از قبیل علیشیر جلیلوف، پرویز عمربویف، علیجان عینی و دسته همراه شده نتوانستند. در وقت بازیگران من از 7 تا 9 نفر بازیگران دسته منتخب 20 ساله را همراه کردم. بسیار مهارت خوب دارند و از فرصت استفاده برده برای راحت گرفتنشان به بازی‌های فینالی چمپیونات آسیا تبریک می‌نمایم. ما با مسابقه جام شوی تایلند آمدیم و با این بازیگران که در اختیار داریم خود را باید نشان دهیم و از طرف دیگر جوانان را سنجیم. فرصت دیگری داریم که بازیگران جوان را اولی سال آینده در بازی‌های نهایی جام آسیا از نظر گذرانیم. 22 بازیگری که با خود آوردیم با ترینیداد و توباگو بازی می‌کنیم. آنها را می‌سنجیم، در عمل می‌بینیم. امید داریم که بازی خیلی جالب و دلکش خواهد بود. من باید در دسته پرویز عمربویف، علیشیر جلیلوف، احسان پنجشنبه، علیجان عینی را حتما باید بینم. برای من این ناگزیر است. مناسبت خوب و گوارا و فضای سالم در دسته مهیا است. من با مردم تاجیکستان نیز تشکر میگویم که چنین فوتبال بازار را زیر نظر من واگذار کردند.